السلام علیکم برادر. خونه نوبتی ما در نزدیکی اوویر یعنی گراند اتل جوگیر شده است. 69 متر کوادراتی رو در بر میگیرد. تعمیرش تعمیر خوب است. خانه نو از تعمیر برآمده است. خانه در بینای 21 آشیانه جایگیر بوده. خانه ما در 16 آشیانه قرار دارد. دو خانگاه بوده. نرخ خانه 990,000 سومونی رو در بر میگیرد. خانه در سر راه جایگیر است. مکتب، باغچه کودکانه، ترانسپورت همش در نزدیکی خانه جایگیر است. برای معلومات بیشتر میتوانید به سوی ملک زنگ زنید. رقم سوی ملک را زیر نوار ماندم.